به نام خداوند رنگین کمان. سلام، اشکان درودگر هستم و اینجا ویدیوکست ای تو تاک است، جایی که قرار یک گفتگو صمیمی داشته باشیم در مورد اقتصاد و مسائل پیرامون اون. و اینجا همراه من دوست و برادر بسیار عزیزم مهندس امیرحسین فردوست همراه من هست. امیر جان سلام. مرسی از تو اشکان. خانم ها آقایان سلام، مخاطبین عزیز برنامه ای تو تاک. خیلی خوشحالم که بعد از نزدیک به 2 ماه که مشغول به آماده سازی ضبط این برنامه بودیم تونستیم اولین قسمت رو ضبط کنیم و تقدیم دوستان عزیز بکنیم. در رابطه با ای تو تاک من فقط اضافه کنم به صحبت‌های تو که ما تلاشمون بر این هستش که با یک عینک متفاوت و با یک دید متفاوت بتونیم به مسائل اقتصادی نگاه کنیم. دوستان ما آگاهتر از بنده و شما هستن که صحبت‌های ما فقط نظرات شخصی مونه و سیگنال خرید و فروش خاصی نیستش. یک صحبت دوستانه هستش و امیدوارم که بتونیم برنامه مفیدی رو تقدیم دوستان بکنیم. بسیار عالی امیر جان. من فقط یک نکته دیگر رو هم اضافه بکنم، این که ما به هر حال تخصصمون بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال هست، من و مهندس فردوست، ولی میخوایم که راجع به مسائل اقتصادی که میدونیم برای شما مهم هست و بازارهایی که میدونیم برای شما مهم هست، شاخص‌ترینشون مثل دلار، مثل طلا، سکه، حتی مسکن و خودرو هم که میدونم براتون توش سوال پیش میاد و براتون مهم هست، هم اینجا تا جایی که بتونیم راجبشون صحبت میکنیم و نظراتمون رو ارائه میکنیم. امیر جان صحبتی میمونه اینجا؟ حتما بله. نه و همین که ما در واقع به اقتصاد داخلی هم در واقع نگاه ویژه‌ای رو سعی می‌کنیم داشته باشیم و اینکه اگر موافق باشی قسمت اول برنامه‌مون رو با تحلیل بیت کوین شروع کنیم. میدونم که 1-2 هفته پیش تحلیل خیلی خوبی رو توی پیجت به اشتراک گذاشتیم، منم استفاده کردم، تحلیل خیلی خوبی بودش. ممنون، متشکرم. و اینکه اونجا هم خودت اشاره داشتی، نظر بندم تقریبا با شما یکی هستش که یک نگاهی بیشتر ریزشی نسبت به بیت کوین داشتیم که در چند روز گذشته با اخباری که پیش اومد از اعلام ورشکستگی اورگراند و مهمترینش و فروش بیت کوین هایی که توسط تسلا اتفاق افتاد، در واقع اون پیش بینی ریزش محقق شدش. حالا دوست دارم که همین اون تحلیل رو آپدیت کنیم. هم نکته‌ای هستش ممنون اشاره از لطفت و لابلای این صحبتات که خبرها رو گفتی، یک نکته‌ای هم باز نمود پیدا میکنه، اینی که تکنیکال جلوتر از اخبار هست و این برای من خیلی مهم بود. و تو همیشه تو تحلیلات به این نکته اشاره داشتی، یعنی همیشه تکنیکال رو مقدم میدونستی نسبت به فاندامنتال. و امیر جان به هر حال دوباره ایلان ماسک انگار شروع کرد اون بازی های خودشو و مطمئن باشید که دوباره ایلان ماسک خرید انجام میدهد. دوست عزیز خیالت راحت باشه. امیر جان بریم سراغ چارت و من میخواستم توی این تحلیل بیام و حالا تحلیل هفته پیش اومدیم و نظرمون گفتیم ریزشیه، این اتفاق هم افتاد، گفتیم این ترند آبی رنگ این سری بعید میدونیم که بتونه جلوی ریزش قیمت رو بگیره و این اتفاق افتاد و قیمت اومد داخل این باکس دینامیک ما که گفتیم مهمترین محدوده‌ای هست که انتظار دارم قیمت روش واکنش بده. ولی با توجه به این مستر کندل و این شدت ریزشی که داشت، حقیقتا خب خودش رو رسوند حتی به این محدوده استاتیک ما در محدوده $25,000. ولی فعلا نمیخوایم راجع به تکنیکالش صحبت بکنیم، فقط یه اشاره‌ای کردیم. بیشتر قصد ما این بود که بیایم راجع به سیکل های بیت کوین. این که سوال هست آقا ما از بازار جا موندیم نموندیم، سیکل بیت کوین کلا چیه صحبت بکنیم، کمی نگاه بیگ پیکچری داشته باشیم، دقیقاً کمی بلند مدت‌تر نگاه بکنیم به چارت و این خطوط قرمزی که دوستان در چارت من میبینن. امیر جان اینها هالوینگ های بیت کوین هست که تا این تاریخ که ما الان داریم صحبت میکنیم 3 بار اتفاق افتاده و هر بار ریوارد شبکه در واقع به ماینرها نصب شده و خب این یک عاملی هست که همیشه در طول تاریخ نشون داده که باعث افزایش قیمت میشه. یک جمله خیلی معروفی هست که میگه آقا تاریخ همیشه در چارت ها تکرار میشه، ولی من دوست دارم این جمله رو یک جور دیگه بیان بکنم. تاریخ لزوماً عیناً تکرار نمیشه. یه لحظه، تاریخ لزوماً عیناً تکرار نمیشه امیر جان. یعنی اینی که حالا خیلی دوستان میان سیکل ریزشی بیت کوین رو در سال 2019 بررسی میکنن یا اینکه میان در سال 2016 بررسی میکنن، درسته که تاریخ و سیکل های بیت کوین تکرار پذیرن، ولی لزوما نباید عیناً تکرار بشن و میتونه به روش‌های مختلف. نه خیلی نکته قشنگی بودش که واقعاً
کلیت شاید یکی باشه ولی لزومی نداره که عین اون اتفاقها توی چارت خودش نشون بده. یعنی ما همیشه خب این در تاریخ آگوست سپتامبر اگر در طول تاریخ الان با هم بررسی هم میکنیم روی چارت همیشه یک بازار رنج نزولی داشتیم ولی بعضی موقع خب یک بلک سوانی هم اینجا میدیدیم ریزش کرونا که دوستان اینجا دقت بکنن یهویی بازار میومد یک کندلی میزد اینجا دوستان اگر دقت بکنن نزدیک تا این تهش نزدیک 60%. خب لزوما قرار نیست دوباره در حالا سیکل هایی که الان من باز در تصویر نشون میدم لزوما نیست این اتفاق بیفته ولی چیزی که ما میتونیم بفهمیم امیر جان من اومدم تاریخی که الان تا هالوینگ بعدی داریم که نزدیک 240 روز 250 روز کمتر از یک سال تاریخ داریم تاریخ دقیقش مشخص نیست تا به اون ریوارد برسیم میبینیم که دقیقاً روی همین کندل ریزشی هست اگر من اینو بیام توی سیکل های بیت کوین برگردونم روی چارت خیلی اتفاق جالبی میفته و اگر به این کندل دقت بکنید یعنی جایی که تاریخ من افتاده میبینیم که یک کندل دقیقاً این کندل قبل از این ریزش سنگین هست و اینه که ما داریم راجع به سیکل ها صحبت میکنیم که دقیقاً نگاه کن همین کندل هم از همینجا نزدیک به 20 خورده درصد ریخته و اگر باز به گذشته و سیکل قبلی برگردیم باز اتفاق جالبی میفته همین تاریخ رو من الان بیارم از هالوینگ گذشته حساب بکنم خب همینجا چی میبینیم؟ دقیقاً همین کندل هفتگی قرمز و اگر از سر این شادویی که به هر حال در تایم هفتگی هست و شادو اعتبار داره میبینیم که نزدیک 40% دوباره ما در این تاریخ مشابه ریزش داشتیم و خب یک جورایی داره به ما میگه که آقا پس این سیکل ها واقعیه این تاریخ ها واقعیه حالا اگر من بخوام خیلی خلاصه بیام راجع به این سیکل ها امین جان صحبت بکنم در واقع باید این تصویر رو نشون بدم که بتونم صحبتم رو خلاصه کنم ما در واقع در سایکل بیت کوین 4 تا فاز داریم یک فاز بر مارکت یا فاز ریزشی داریم یک پربول داریم که قبل از بازار افزایشی هست یک بول مارکت ابتدایی داریم و یک بول مارکت انتهایی داریم که اگر این سیکل ها رو که از سال 2011 یعنی تا 2025 من اینجا براتون توی این چارت آوردم اگر دقت بکنیم میبینیم که ما فاز ریزشی بیت کوین رو تموم کردیم بر اساس سیکل های بیت کوین و الان وارد فاز پربول شدیم یا پیش از افزایش در واقع اگر بخوایم بگیم و اگر دقت کنیم در طول تاریخ بیت کوین معمولاً رنج بودیم یا رنج ریزشی بنابراین اتفاقی که وجود داره و اون سوالی که خیلی پیش میاد دوستان توقع نداشته باشن فعلا بیت کوین بخواد حرکت‌های خودش رو آنچنانی شروع بکنه حتی ما میتونیم بر اساس نکاتی هم که داخل چارت دیدیم حتی ریزش‌های بیشتری رو تجربه بکنیم و به نظر من این اتفاق و این کندل 10-12% که به هر حال شاهد بودیم در چارت بیت کوین گواه این هست که یک حرکتی و یک مومنتومی آغاز شده که اینجا انتهای راهش نیستش ولی باز من تاکید میکنم تحلیل تکنیکال رو دنبال میکنیم و ما میتونیم در واقع از زمانی که اگر من برگردم دوباره روی چارت و بیام برگردیم به تاریخ امروز در واقع من منتظر این هستم که تا برسیم به این تاریخ هالوینگمون این بازار رنج ریزشی یعنی رنج و ریزش بازار ادامه دار باشه و بخوام دیگه مطلب بیت کوین رو جمع بکنم و خیلی خلاصش بکنم توقع من این هست که قیمت محدوده 21 و حتی 18,400-500 رو هم ببینه که اون موقع این نقاط واقعا دیگه شاید آخرین جاهایی باشه که بر اساس سیکل بشه که تو قیمت‌های خوب حقیقت بیت کوین رو خریداری کرد. مرسی اشکان از تحلیلت. منم با شما موافق هستم. من هم دنبال تخفیفات بیشتری برای بیت کوین هستم و البته محدوده 20 تا 22 واسه من خیلی جذابه. شما یه مقداری بازار خریدت بالاتر آره بالاتره. اگرم میگم 20 تا 22 واقعا مسئولیت اینو ور میدارم که اگرم اتفاقات عجیب غریبی تو اقتصاد جهان بیفته و یه دفعه‌ای مثلا 50% بیت کوین بیشتر بریزه خب خوشحال‌ترم میشم. من میدونم که چرا میونه کلمه این صحبت رو داری میکنی یک بحثی بود به هر حال
بین من و شما راجع به کلیت اقتصاد جهانی حالا حتما در فکر موردش کنم جا داشته باشه که راجع به صحبت بکنیم یه مقداری. و اون نظریه همیشه هم هست دیگه، شما تارگت اصلی 20 خورده‌ایه ولی پله‌ای، باز هم کل پولت رو مسلما حتما اینطوری هستش. چشم داری حتی به 18 و 400. آره حتما، یعنی یا شاید حتی پایین‌تر. من خیلی امیدوارم که یعنی خیلی خوشحال میشم که بیت کوین بیاد و یه کف جدیدی رو ثبت کنه که من بتونم. آره ولی بتونم که بیت کوینامو زیاد کنم، اگر نه با استراتژی پله‌ای خرید میکنم و به قول شما تا زمان هالوینگ بالاهای بیت کوین رو بیشتر فرصتی برای خالی کردن دست میدونم و یا افزایش بیت کوین. بسیار عالی. من یه نکته دیگه بگم، بحث بیت کوین رو همینجا تموم بکنیم. دوستان به این تاریخ هایی که ما گفتیم توی این تحلیل دقت بکنین، داریم نزدیک میشیم به این، به نظر من انتهای ماراتون بازار خسته کننده و نزولیه. یعنی get together کنیم، به قول معروف پولا رو جمع بکنین که داریم به اون تاریخ. هنوز وقتش نشده، خیلی باید دست به ماشه حرکت دست کرد. آفرین. چون ممکنه که خیلی سریعتر است اصلا اون چیز با این کندلی که ممکنه که سریعتر. تجربه من و شما تو این سالام همین بوده، بیت کوین اصولا فرصتی به کسی نمیده، خیلی سخت فرصت میده. باید واقعا واژه بسیار خوبی بکنی، دست به ماشه باشی و حرکت کنیم. بسیار عالی. امیر جان بحث بیت کوین رو همینجا تموم بکنیم و بریم سراغ، قبل از اینکه بریم سراغ دلار صحبت بکنیم، بریم سراغ این بازار عجیب غریب خودرو. امیر چه خبره تو این بازار خودرو؟ والا خیلی عجیب غریب داره اتفاقا میره جلو. بله. به نوعی داره انگار اتفاقا میره جلو که انگار مملکت هیچ مشکل دیگه‌ای و هیچ در واقع مسئله دیگه‌ای نداره و فقط تنها مسئله مردم ما انگار ماشین و واردات ماشین هستش. حتما مسئله مهمیه ولی خب یادمون نره مسائل مهمتر از ماشین هم وجود داره. ولی خب اگر بخوام دقیق تر به سوال جواب بدم که چه خبره تو بازار خودرو، والا فعلا آشفته بازاره. آشفته بازار همراه با رکود. میونه کلومت امیر جان، من احساسم این هست، یعنی این یه صحبتی باید بکنم بعد یک سوال ازت بپرسم. احساسم این هست اون اتفاقی که توی بازار بورس سال 99 1400 اینا برای مردم اتفاق افتاد، یک بار دیگه در بازار خودرو این اتفاق افتاد. یعنی طرف برای مثال میگم اومد تیگوی 4 میلیاردی خرید، الان 2 میلیارد خورده کارخونه، 2 میلیارد و 100 داره کارخونه، یعنی بیش از 50% اون کسی آره که متاسفانه خرید کرد تو ضرر هست. آره. و یک سوال مشخص دارم ازت. من اشکان درودگر الان ایکس تومن پول دارم، الان خودرو بخرم یا نه؟ خب قبلش یه سوال دیگه منو جواب بده که برای مصرف شخصی هستش یا برای سرمایه گذاری؟ برای مصرف شخصی. بخر. پس بخرم. بخر. من نمیدونم چطوری باید بگم. مصرف شخصی رو بخرین، نه البته ماشین، گوشی موبایل، نمیدونم یخچال، تلویزیون، هر چیزی که احساس نیاز می‌کنید. داری رو. خیلی ممنون، خیلی خوب جواب دادی این سوالم رو. پس بخرین. برای مصرف شخصی بخرید، مخصوصا الان که دیگه واقعا باید قبول کرد قیمتا جذاب شده. واقعا قیمتا بله. جذاب شده. بله. حالا چه هم به خاطر حالا ریزش بازار دلار هستش، هم به خاطر رکودی که در بازار خودرو اتفاق افتاده، شما موقعیت‌های جذابی رو میتونید برای خرید برای مصرف کننده پیدا کنید. حتما. بسیار عالی. و در اون موردی که حالا گفتم انگار اتفاق بورس، حالا آره دقیقاً اینطوری هستش. واقعا چیکار باید بکنم؟ و اینکه آیا یه سوالم دوباره اضافه بکنم، واردات واقعا در نهایت انجام میشه یا نه؟ ببین در مورد بحث واردات که بخوام نظرم بگم، به نظر واردات انجام میشه ولی نه به صورتی که مردم ما انتظار دارن و نه به صورت این که در واقع آتش بازار ما رو جواب بده. تقاضای بازار ما خیلی بالا هستش. عملا از سال 2017-18 ماشین جدیدی وارد این بازار نشده. هیچ ماشین غیر از ماشین چینی وارد این بازار نشده و بازار فوق العاده طالب این ماشین هستش، ولی واقعا به اون حجم وارد نخواهد شد. یعنی حداقل نشانه هاش نیستش که یه دفعه مثلا دولت بیاد مثلا 100,000 تا 200,000 تا ماشین وارد کنه و بتونه بازار رو کنترل کنه. بیشتر انگار با خبرش داره این بازار رو کنترل میکنه.
درسته. یعنی هم منابع ارزی محدودی که ما داریم، به هر حال میدونی که پولهایی هم که اخبارش میاد اوکی میگن آزاد شده، ولی به هر حال خبر تکمیلی این هستش که به صورت نقد به دست ایران نمیرسه. توی حسابی توی قطر هست اگر توی حساب نکنم برای خرید چیپس و پفک. مسائل بشر دوستانه. آره یکم اینطوری هستش. برای همین خب ما منابع ارزی به اون صورتی هم نداریم که بخوایم واردات خیلی بالایی داشته باشیم. خدا کنه که این واردات محدود بیشتر دامن نزنه به قضیه رانت. یعنی خیلی رانت، توزیع رانت به نظر میرسه، خیلی این شکلی به نظر میرسه. شما حساب کنید اسفند ماه از مردم 500 میلیون تومان پول گرفتن، هنوز که هنوز چانگان ها دست مردم نرسیده. تازه چانگان فقط، بعد چانگان هم که آخرش 1.4 دست یعنی مردم باز رسید. وارداتی چینی، بازم وارداتی چینی. حتما من منکر واردات نمیشم، ولی آیا 300 تا النترا 300 تا دونه النترا میتونه آتش بازار ما رو کاهش بده؟ بخوام بیام تو صحبتت، پس اونطور که من فهمیدم این واردات حتی اگر به شکلی هم که مطرح میشه اگر انجام بشه، که ما هنوز یه دونه تویوتا و یه نیسان حالا ژاپنی ندیدیم، شما چانگان چینیش هم هنوز ندیدیم، دردی رو دوا نمیکنه از این بازار. حتما همینه. بعد شما ببینید یک کمی باید همه جوانب رو با هم دیدش. بعد یکی دو هفته پیش وزیر سمت میگه که خودروسازی یواش یواش به فکر تهیه دلارشون، تأمین دلارشون باشن. خب این یه ارز ترجیحی هم حذف شد براشون. این یک کمی باید هوشیار باشیم نسبت به این اخبار. 206 یوهی میبینه 1 میلیارد میشه، 207 1 میلیارد. ایشالله که اینطور نشه. یعنی اینجور که من فهمیدم خیلی پس اخبار هنوز در بازار خودرو ضد و نقیض هست. بله. و چشم انداز روشنی به مصرف کننده نمیده. خیلی ممنون که اول قضیه اون سوال منو جواب دادی، تکلیف رو روشن کردی، بخر. آره مصرف شخصی باید خریداری بشه. برای سرمایه گذاری چی؟ برای سرمایه گذاری فعلا با توجه به این که دولت خیلی داره دستکاری میکنه بازار خودرو رو فعلا مناسب نمیبینم. میشه دست نگه داشت. به نظرم بازارهای دیگه میتونه جذابیت بیشتری داشته باشه. بازاری که دولت خیلی روش دست گذاشته، خیلی داره روش کنترل انجام میده، این به نظر بازار جذابی نمیرسه. بخوام تو تکمیل صحبت کنم، به نظر من ما یکی دو تا تاریخ مهم هم داریم تا انتهای سال. به هر حال یک تاریخ که حالا در شهریور داریم بهش میرسیم، ممکنه خبرهای زیادی در بیاد راجبش و تغییرات زیادی رو به وجود بیاره. یکی انتخابات مجلس هست در انتهای سال. ممکنه که به نظر من هم در بازار دلار که حالا قرار راجبش صحبت بکنیم، هم در بازار خودرو، نمیدونم با موافقی یا نه، به نظر من کنترل هایی، حالا چه خبر درمانی باشه چه هر مورد دیگه، حتی ببینید من اصلا منکر اتفاقاتی که داره پیش میاد نمیشم. حالا چه قدم های مثبتی که دوستان برمی‌دارن، چه حالا به هر حال رایزنی هایی که انجام میشه در سطح دولتی، ولی داستان اینه که واقعا تا یکی دو ماه دیگه باید تکلیف این واردات معلوم بشه و اگر معلوم نشه خب برای اون در واقع سرمایه‌گذار و مردم آره یه کمی علامت سوالش بزرگتر میشه که چه اتفاقی داره میفته. و یه پرانتز باز کنم، این پرانتز بیشتر برای این دارم باز میکنم که یه در واقع هینتی باشه برای جلسه آیندهمون که در مورد قیمت بنزین صحبت بکنیم. قیمت بنزین حالا حتما که توی شهرهای بزرگ علل خصوص تهران توی این یکی دو هفته در واقع تأمین بنزین خیلی سخت شده و طبق این جدولی هم که دوستان جدول شما آماده کردیم. بله ببینید اینا قیمت‌های بهای تمام شده تولید 8 لیتر بنزین هستش. و اینا همه در واقع شرکت‌های پالایشی که در اقصانقاط ایران هستن. بله شما حالا چه تو تبریز باشه چه تو تهران باشه، شما ببینید تقریبا اوریج قیمت بنزین در به کارخونه نزدیک 15000 تومان. حالا شما 14100 داره، 17700 بالاترینش میاد، یه اوریج 15500 هستش. خب من دیگه اصلا توضیح اضافی نمیدم. شما حساب کنید که با این نرخ داره بنزین تولید میشه توی ایران. من اصلا بنزین وارداتی رو کار ندارم با چه قیمتی میاد. بله. شما همین قسمت رو ببینید و دیگه ته قصه رو دوستان بهتر از من میتونن بخونن که چه اتفاقی قراره بیفته. حتما در موردش صحبت میکنیم، ولی حتما در بازار خودرو هم این قضیه بی تأثیر نیست. بسیار عالی. خب امیر جان، قبل از این که بریم سراغ به هر حال مبحث بعدیمون که دلار هست، من یک صحبت رو با دوستان بکنم. این بحثایی که ما اینجا میکنیم خیلی لازمه که شما هم نظرتون رو راجع به این بحثایی که ما اینجا انجام میدیم
به گوش ما برسونید، یعنی حالا چه توی کامنت باشه یا چه به هر ترتیب دیگه ای این رو به گوش ما برسونید، چرا که به نظر من باعث بهبود برنامه میشه و در نهایت باعث حمایت از ما میشه برای اینکه این برنامه هم بیشتر دیده بشه، همین که به هر حال نظر شما میتونه در ساخت برنامه‌های بعدی به نظرم به ما کمک بکنه. حتما همینطور هستش. پیشاپیش ممنونم از دوستان که از ما حمایت میکنن، ولی خب نظراتی که دوستان به ما در واقع اطلاع میدن باعث میشه که ما مباحثی که میخوایم انتخاب کنیم برای بحثمون مباحثی باشه که در واقع بیشتر مورد پسند عزیزان باشه. بله بسیار ممنون امیر جان. بریم سراغ بحث شیرین یا تلخ دلار. تلخ دلار. با اجازت من یه چارتی رو آماده کردم، خیلی وقتم بود حالا توی پیج تحلیل نذاشته بودیم. خیلی از تحلیل ها رو میدیدم، خیلی از دوستان امیر جان اشاره به این مثلثی که دوستان حالا دارن در تصویر میبینن، این مثلث در واقع سیمتریکالی که ما داشتیم حالا اشاره میکردن. من یه نکته رو این اول کار راجع به این مثلث بگم خیال رو راحت کنم. دوستان دقت بکنید، مثلث حالا یه کمی هم بحث آموزشی هم پیش ببریم، مثلث یک تایمی داره. وقتی که توی این الگو از یک بازه زمانی، یعنی قیمت بیشتر از یک بازه زمانی داخل این الگو میمونه، ما دیگه نمیتونیم بگیم الان توی این چارت قیمت بیت کوین همین جان داخل یک مثلثه و شما بهتر از من میدونید. واقعا اون فشردگی مثلث رو اینجا نمیتونیم این مثلث دیگه من فقط این خطوط رو کشیدم که در واقع بگم که آقا این مثلث دیگه به قول معروف کنسله اون داستانش. و چیزی که ما الان داریم لحاظ تکنیکال این هست که قیمت رفته در یک فاز رنجی و داره بین دو محدوده حالا 50 و 500. البته یک نکته رو قبل از این که من ادامه بدم بحثم، این چارت تتر نوبیتکس هستش و خب همونطور که می‌دونید ما آنچنان چارت دلار به روزی نداریم. ما غیر از چارت دلار یه سیاستی که دولت پیش گرفته تو خیلی از مسائل الان چندین ماه هستش که ما آمار رسمی نداریم. و واقعا خیلی وقتا برای بچه‌ای که اقتصاد دارن در واقع تحلیل اقتصادی میخوان انجام بدن یا اقتصاد مطالعه میکنن، خب مقایسه این داده ها نسبت به سال پیش یا سالهای پیش میتونه راهگشا باشه، ولی متأسفانه ما واقعا نه بانک مرکزی نه خود جامعه آماری ما اصلا این در واقع دیتا رو به دست بچهای اقتصاد نمیرسونه و این کمی جای سوال داره و جای تعجب داره. فکر کنم امیر تو بخوای راجع به متاسفانه ها صحبت کنیم زیاد میتونی. ببین من خواهش میکنم منو کوک نکن. اوکی باشه. یعنی ببین من همینطوری اشکام من نزده میرقصم تو این چیزا، تو هم میشینی اینجا منو کوک میکنی بعد یه چیزی میشه که ای تو تاک میره رو هوا. آره آقا برنامه اول برگردیم سراغ بذار یه چند تا قسمت بره جلو ببینیم چی میشه. چشم. برگردیم روی چارتمون، داشتیم راجع به تکنیکال دلار صحبت میکردیم. داشتم میگفتم دوستان انتظاری که من تحلیلیگر از چارت دلار دارم این هست که قیمت فعلا بین دو بازه 50 و 500 بالاش هم 51 و 500 با توجه به اینکه البته بگم دوباره این چارت تتر هستش دلار کاغذی نیست. حالا خودتون 500 تومان 1000 تومان کم بکنید از این قیمتو و کف رنجمون هم فعلا 48 و 500 تا محدوده 48 و 200 تا خود 48 تومان. قیمت دلار هر کدوم از این ناحیه ها رو امیر جان به نظر من با کندل قوی با تثبیت بخواد بشکنه رد کنه بره به سمت بالا یا پایین، قیمت میتونه به اون سمت حرکت کنه. اگر به سمت بالا باشه میتونه با قدرت و شدت و حدت بیشتری باشه، به سمت پایین روند رو ادامه میده ولی با قدرت کمتر. بخوام تکنیکال دلار رو یک بررسی همینطوری سایکلی هم بکنم، دوستان اگر دقت بکنن خب ببینن از رشد قبلی جایی که ما اسپایک حرکت رشد قبلی رو داشتیم دیدیم که دلار تا محدوده تقریبا نیم فیبوش اصلاح کرد. حالا اگر بخوایم دوباره از این منشأ حرکت دلار که در واقع از اینجا میشه تقریبا 32,000 تومان میشه بندازیم تا سر این شادو و بخوایم از دید فیبویی، خب امیر جان توی چارت داریم میبینیم نیمش کجا افتاده. این باکس اول من که محدوده 44,500 تا 45,000 تومان هست و اگر دوباره برگردیم به اینجا ببینیم یه شادوهایی هم داشتیم.
با این شدوها ممکنه، قطعی نیست دوستان، ما هیچ قطعیتی مخصوصا دیگه تو چارت دلار، دیگه دلار که اصلا هیچ قطعیتی نداریم، میتونیم خیلی سریع 42 و 500 اینا رو هم ببینیم خیلی سریع. این تکنیکالیه که من توی دلار میبینم و دوست دارم نظرت رو هم بدونم. امیر راجع به دلار فکر کنم یه مقداری نظرت با من فرق داشته باشه، ولی دوست دارم بشنوم. من خیلی خوشحال میشم اتفاقا تحلیل تو اتفاق بیفته، ولی حالا من بخوام در مورد قیمت دلار کاغذی صحبت کنم که کمی واضح تر باشه. من دلار کاغذی زیر 48 تومن رو میخرم. شما کلا میخوای بخری؟ آخه ببینید به نظر من قیمت‌ها تو بازارهای در واقع دلار و بازارهای موازی دلار داره به محدوده‌های قشنگی میرسه. میون کلومت کار درستی هم داری میکنه. اگه یک بار دیگه برگردیم توی چارت میبینیم که خب این محدوده 48 گفتیم که یک استاتیک بسیار قوی داریم و واقعا تا این نشکنه نمیتونیم به یعنی کار درستی. یعنی دقیقاً مثلا همون جوری که برای کف رنجش داری میخری. احسن، همون در واقع اتفاقی که برای بیت کوین بین 20 تا 22 هستش که میگم پله اولمو میخرم با کمال میلم 20 تا 22 بیت کوین رو میخرم. اینجا هم دلار کاغذی رو هول و هوش 48 تومن و 48 تومن به پایین شروع میکنم بخرید. 48 و 500 خرید میکنی رفت پایینتر که حتما. و چقدر حالا این رو هم بگم چقدر قشنگ میشه که دلار ما بیاد حالا به هر ترتیبی خبر درمانی دوباره یه 3-4 میلیاردی یه جایی پیدا کننی یه خبری درست بشه حالا هر چیزی ببینه این 45 یا 42 رو بیت کوین همون کارو بکنه و دیگه خیلی قشنگ میشه. آره یکی از فرصت‌های خوبه قبل از هالوینگ میتونه باشه. آره منم با موافقم و منتظر این لحظه هستم، ولی همیشه همه چی با هم مچ نمیشه و برای در واقع پلن های دیگه هم برنامه دارم. شاید دلار به اونجا نرسه، شاید بیت کوین به اونجا نرسه، پس در نتیجه سعی میکنم که در پله های مختلف خریدهامو انجام بدم که از بازار جا نمونم. اونم بازاری مثل دلار که خب به هر حال اتفاقهای سیاسی ما برای این چارت اتفاقهای مهمی میتونه باشه. این چارت به هر حال، حالا تو صحبت درستی کردی، مثلا میگفتی تا نیم فیبو تا مثلا درصد نیم اصلاح کرد. ببینی ریزش یه چیزه، اصلاح ما کلا میونه کلوم دلار ما 40 اندی ساله که فقط اصلاحهای کوچیک داره. ما اصلاح عمیقی نداریم که با همه اتفاقایی که افتاده میدونیم اصلاح عمیق قراره که اتفاق بیفته، ولی داستان این که واقعا درست میگی ما فقط یه اصلاحهای کوچیک داریم. بحث دلار اگه موردی میمونه اضافه بکنیم. نه همون من پله‌های خریدم و در واقع تحلیل شخصی خودم و خرید شخصی خودم رو گفتم به هر حال، ولی امیدوارم که تحلیل تو اتفاق بیفته که قیمت‌های پایین‌تری ما برای دلار فعلا ببینیم. بسیار عالی امیر جان، بحث دلار رو هم خب اینجا به پایان میرسونیم. من یه نکته‌ای رو خدمت دوستانمون بگم که این برنامه رو مشاهده میکنن. بعضی موقع‌ها ممکنه که برنامه ما حالا از 15-16 دقیقه که حالا بنا داریم که تو اون تایم باشه بیشتر بشه. در این مواقع خب ما یک کانال یوتیوبی هم هست که این پایین میتونید ببینید آدرسش رو. اگر نخواستید در اینستاگرام مشاهده کنید با کیفیت بهتر و کوالیتی بهتر، میتونید در یوتیوب این برنامه رو ببینید. و این رو هم بگم ما معمولا توی اینستاگرام در حد همین 15 دقیقه 16-17 دقیقه آپلود میکنیم. برنامه هامون واقعا اگه بیشتر بشه، خب میدونیم اینستاگرام پلتفرم اینجور ویدیوکست ها یا پادکست های تصویری نیستش و خیلی بهتره که به نظرم تو یوتیوب دوستانی که علاقه‌مندن اونجا دنبال بکنن. ولی برای دوستان حالا چه به صورت کامل اون 15 دقیقه یا حداقل مطالب مهمش که میتونه برای دوستان باشه تو اینستاگرام آپلود میشه. خب امیر جان بحثمون یه موقعی تلخ شد فکر کنم دیگه، همه چی نمیدونم این راجع به اقتصاد نمیشه. ببینید واقعیت اقتصاد ایرانه دیگه. ما میتونیم تیکه های صحبت‌های خوب و انگیزشی و به هر حال سانتیمانتالی رو بگیم، ولی خب به هر حال چیزی که مردم حس میکنن، چیزی که من و شما حس میکنیم واقعا چیز خوشایندی نیستش از وضعیت اقتصادی. از هر کسی شما بپرسین نسبت به سالهای گذشته داره سخت‌تر زندگی میکنه و داریم سخت‌تر زندگی میکنیم و همه داره اتفاق میفته. میونه کلومت به نظر من این اقتصاد ما دیگه حالا با دلاری که دیدیم در نهایت، این رو من اضافه کنم راستی راجع به دلار یادم رفت، درسته که ما داشتیم صحبت اصلاح میکردیم ولی اشاره کردیم که اصلاح ریزشی در کار نیست. یعنی در نهایت دوباره چارت سعودیه. بله.
و در واقع این صعودی که ما همیشه داریم راجع به دلار صحبت میکنیم و این کاهش ارزش پول ملی ما دیگه اقتصاد رو به نظر من به یک بیمار سرطانی رو به موت کرده دیگه، عمودی هم نی، افقی شده. خبر بد دارم و یک کمی هم دیر شده، ولی به هر حال راه حل درمان این بیمار سرطانی دیگه تصمیمات اقتصادی نیست. به نظر من دیگه با این جمله باید این برنامه اول رو همینجا تموم بکنیم. ممنون از این که همراه ما بودید در این ویدیوکست اول. مطمئناً لایک، شیر و سیف های شما روی این پست و کلا در شبکه‌های اجتماعی میتونه که این برنامه رو حمایت بکنه و کمک بزرگی به ما هست. برنامه رو همینجا به پایان میبریم. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم از لطف شما. به امید روزهای بهتر. خدا نگهدارتون. خسته نباشی. تیر آخر رو زدی دیگه. چی بگم واقعا به نظر این شکلی میاد. آخه اصلا داستان دیگه اقتصادی نیست. خیلی